در مورد واقعیاتی براتون صحبت بکنم که ناگفته های معامله گریه. به احتمال 99% اولین باره که دارید این صحبت رو میشنوید و آنچنان تأثیری در تفکرتون برای معامله گری میذاره که میتونه دنیای معامله گری شما رو تغییر بده. ما انسان ها مثل هر گونه جانوری دیگه از اولین لحظه تا آخر زندگیمون داریم برای حفظ بقا تلاش میکنیم، چه به صورت هوشیارانه چه به صورت ناهوشیار. یعنی زمانی که سلول تخمک با سلول اسپرم با هم دیگه لقاح انجام میدن و اولین سلول شکل میگیره، این سلول از طریق تقسیم سلولی و تأمین انرژی برای سلول و بقیه مسائل برای حفظ بقای خودش تلاش میکنه و این کار به طور کاملا غیر ارادی و فیزیولوژیک داره اتفاق میفته. حالا ما به دنیا میایم، ارتباطمون با دنیای بیرون شروع میشه و رفته رفته بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و این منجر میشه که حفظ بقای ما هوشیارانه تر اتفاق بیفته، اما همچنان داره به طور ناهوشیار در بالاترین سطح خودش انجام میشه. زمانی که ما به سینما میریم، به رستوران میریم، به دیدار دوستانمون میریم، زندگی روزمرمون رو داریم انجام میدیم، به طور ناهوشیار داریم برای حفظ بقامون تلاش میکنیم. مثلا زمانی که ما به یک رستوران میریم به صورت غیر ارادی در تلاش هستیم که بقای خودمون رو حفظ کنیم. چطوری؟ توجه میکنیم ببینیم آیا در اون رستوران نکات بهداشتی به اندازه کافی رعایت شدن، چه از نظر محیطش چه از نظر پرسنلی که دارن اونجا کار میکنن. خب اگر اینجور هست ما اون رو انتخاب میکنیم، یعنی مطمئنیم که آلوده بودن غذای اون رستوران که منجر به بیماری و به خطر افتادن حفظ بقای ما بشه به حد اقل رسیده. حتی گاهی ممکنه که ما به هزینه اون رستوران هم توجه کنیم، یعنی به صورت ناهوشیار داریم برای حفظ بقای مالیمون هم تلاش میکنیم. حالا بدون اینکه هیچ تغییری در اصل موضوع اتفاق افتاده باشه، ما همین انسان‌ها با همین ویژگی‌ها داریم وارد معامله گری میشیم، داریم معامله میکنیم. سطح امنیت تأثیر خیلی زیادی روی حفظ بقا داره. هر چقدر که امنیت در درجات بالاتری حفظ بشه، حفظ بقا هم در درجات بالاتری مطمئن‌تر باقی میمونه. پس ما برای اینکه حفظ بقا داشته باشیم باید امنیتمون رو برقرار کنیم، مثل هر چیز دیگه‌ای در زندگیمون. ما در معامله گری برای معاملاتمون حد ضرر میذاریم و به این خاطری که نمیخوایم ضرری بیشتر از توانمون رو متحمل بشیم که بقای مالی، روانی و تخصصمون رو به خطر بندازه. به باور من واژه حد ضرر یک واژه کاملا اشتباهه، به این خاطر که از نظر معنای لغوی و بار معنایی که به صورت ناهوشیار روی ما میذاره، نه تنها اون کاری که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته، بلکه منجر میشه که ما تصمیمات بدتری داشته باشیم. دوباره برسیم سراغ امنیت. ما میخوایم سطح امنیتمون رو بالا ببریم و این سطح امنیت یک نهایتی داره. توی معامله گری این نهایت سطح امنیت میشه جایی که ما دیگه بیشتر از اون تحمل ضرر رو نداریم. مسئله بعدی میشه واقعیت سنجی. ما برای حفظ بقامون امنیت رو داریم بالا میبریم، در نتیجه حد نهایت امنیت رو داریم در نظر میگیریم و حالا داریم دنبال موقعیت هایی میگردیم که با احتمال بالا موفق هستند و به ما برای سودآوری کمک میکنن. پس ما با یک تفکر سودآور داریم در بازار به دنبال فرصت های معاملاتی میگردیم.
اگر تفکر سودآوری ما بر پذیرش واقعیت، یعنی واقعیت سنجی غلبه بکنه، منجر میشه که ما به سیستم معاملاتی خودمون ارفاق کنیم، قوانین سیستم معاملاتی خودمون و استراتژی معاملاتیمون رو نادیده بگیریم. یعنی واقعیت سنجی مختل یا ناکافی اتفاق افتاده. این واقعیت سنجی مختل یا ناکافی خودش رو به این صورت نشون میده که ما دنبال دلیل تراشی برای ورودهامون به معاملات اشتباه میگردیم، برای معاملات اشتباهمون منطقی سازی میکنیم. یعنی چه با خودمون چه از هر کس دیگه ای که به ما میگه تو چرا این معامله رو وارد شدی، خب بر اساس استراتژی تو این یک معامله اشتباه بوده. میگیم نه، ببین اینجا این آرایش کندلی رو داره، ببین اینجا این اندیکاتور این سیگنال رو داده، ببین فلان کانال یا فلان گروه این تحلیل یا این سیگنال رو هم بر اساس ورود من داده. پس بچه‌ها، ما برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی باید واقعیت سنجی داشته باشیم، یعنی موقعیت‌هایی رو پیدا کنیم که از نظر رفتار قیمت و چیدمان و آرایش کندلی متناسب با قوانین معاملاتی و استراتژی معاملاتی ما باشه. این که من میگم آرایش کندلی، منظورم الگوهای کندل استیک نیستن، منظورم نحوه رفتار قیمت در متن بازاره. خب پس اول حفظ بقا بود. برای حفظ بقا باید نهایت سطح امنیت رو ایجاد میکردیم و بعد از اون باید واقعیت سنجی میکردیم. حالا رسیدیم به موقعی که میخوایم برای معامله خودمون حجم مشخص کنیم، یعنی بر اساس سرمایه‌ای که داریم و بر اساس پذیرش روانی که داریم، ما تا چه حد میتونیم حجمی رو برای معامله خودمون در نظر بگیریم که اگر اون معامله منجر به ضرر شد، ما از نظر مالی، روانی و تخصصی بقای خودمون رو از دست ندیم. پذیرش این واقعیت که من به عنوان یک انسان یک آستانه تحملی رو برای پذیرش ضررها دارم، مسئله خیلی مهمیه. اگر سطح نهایت امنیت و پذیرش واقعیت ظرفیت توانمندی های ما به طور کافی اتفاق نیفته، زمانی که یک معامله‌ای منجر به ضرر میشه که بیشتر از تحمل توان ما هست، منجر میشه به اندازه کافی پولی برای معاملات بعدیمون نداشته باشیم که بتونیم با حجمی وارد بشیم که از پتانسیل های خودمون و بازار و پتانسیل سرمایه اصلیمون استفاده بکنیم. دیگه روان سالمی نداریم که بتونیم برای معامله بعدی یک معامله موفق باشه، یعنی بتونیم احساساتمون رو احساسات منفی نباشن، خشم نباشه، انتقام نباشه. ما وقتی که ضرر میکنیم خشمگین میشیم، غمگین میشیم، ناراحت میشیم، ناامید میشیم، سرخورده میشیم، ولی نه به حدی که برای معاملات بعدی ما تأثیر منفی بذاره. حالا یه مرور سریع ساده دوباره انجام بدیم. حفظ بقا اول، بالا بردن نهایت سطح امنیت دوم، واقعیت سنجی سوم و بعد پذیرش واقعیت. این پذیرش واقعیت به این صورت تکمیل میشه که ما باید به اندازه‌ای حجم معامله رو مشخص بکنیم که بتونیم هیجاناتمون رو در زمان باز بودن معامله کنترل کنیم. چون اگر ما نتونیم هیجاناتی که منجر به تنش میشن رو کنترل بکنیم، منجر میشه که تصمیمات غیر منطقی و اشتباه برخلاف قوانین معاملاتی خودمون داشته باشیم. پس یک تقلبی که اینجا ما میتونیم به خودمون برسونیم اینه، به خودمون این
یادآوری رو بکنیم موقعی که میخوایم حجم رو انتخاب کنیم که به اندازه‌ای باشد که اگر به مقداری مشخص در سود پیشروی کرد یا اگر به مقداری مشخص در ضرر پیشروی کرد بتونی هیجانات رو کنترل کنی و تصمیمات احساسی نگیری. شاید تا الان تجربه کرده باشید که وقتی معامله‌ای در سود میره تحمل دیدن سود بیشتر از اون رو ندارید و معامله رو در سود کم میبندید و بعد که قیمت در جهت سود باز هم ادامه پیدا میکنه حسرت این رو میخورید که من چرا این معامله رو بستم. یا اگر با ضرری اندک خارج میشید از ترس اینکه نمیتونید ضرر بزرگتر رو ببینید، یعنی کنترل روی هیجانات ندارید و این هیجانات منجر به تنش میشن و این تنش یعنی بستن معامله با سود کم، از عدم تحمل و توان دیدن سودهای زیاد، بستن معامله با ضرر کم به خاطر نداشتن تحمل و توان ضررهای بیشتر. یا حتی بعضی افراد زمانی که معامله وارد ضرر میشه حتی حد ضرر خودشون رو حذف میکنن چون حاضر نیستن ضرر و عدد منفی رو توی حسابشون ببینن. حالا میرسیم به رشد پیوسته. حفظ بقامون رو به خاطرش امنیت رو بالا بردیم، بعد واقعیت سنجی، بعد پذیرش اصل واقعیت و حالا رشد پیوسته. بر اساس تمام چیزایی که تا الان گفتم ما معامله ای رو وارد شدیم، مدیریتش کردیم و با استراتژی خروج نقدش کردیم. خب صرف نظر از نتیجه تا اینجا همه چی عالی، اما باید رشد پیوسته وجود داشته باشه. رشد پیوسته چیه؟ رشد پیوسته همون چیزی است که منجر میشه سیستم معاملاتی ما سودآورتر بشه، یا اگر به خاطر تغییر چرخه رفتار قیمت سودآوریش کم شده یا از سودآوری افتاده بتونیم اون رو دوباره سودآور کنیم یا سودآورتر کنیم. این رشد پیوسته اگر اتفاق نیفته منجر میشه که شما دائما شاخه به شاخه بشید، دائما دنبال استراتژی بهتر، استاد بهتر، اندیکاتور بهتر، کانال سیگنال بهتر بگردید. بچه‌ها نیاز به هیچ تغییری نیست اگر رشد پیوسته رو برای خودتون ایجاد بکنید. صرفاً اگر شما در یک استراتژی معاملاتی به سود نرسیدید این به این معنی نیست که استادتون به شما به خوبی درس نداده یا محتوای اون به اندازه کافی ناکارآمد نبوده. به این معنی نیست که شما به اندازه کافی استعداد یا مهارت یا هوش برای موفق شدن ندارید. به این معنی نیست که استراتژی معاملاتی شما یک استراتژی منسوخ و ناکارآمده. به این معنی نیست اون کسی که داره به شما سیگنالاش رو ارائه میده، حالا یا به صورت رایگان یا به صورت فروشی، برای شما دلش نسوخته. نه، همه اینا هست، فقط کافیه شاخه به شاخه نشید، فقط کافیه در همون چیزی که هستید باقی بمونید، استمرار داشته باشید، به صورت صحیح تمرین کنید تا بتونید رشد پیوسته را برای خودتون ایجاد کنید. حالا راه حل برای رشد پیوسته چیه؟ ثبت ژورنال معاملاتی و روانشناسی. شاید تا الان شنیده باشید یا حتی خودتون به این نتیجه رسیده باشید که والاترین استاد معامله گری بازاره، اما تا الان نمیدونستیم که راه ارتباط با این استاد چیه، زبونش چیه، من چطوری میتونم با این استاد صحبت بکنم. بچه‌ها زبان استاد ژورنال معاملاتی و ژورنال روانشناسیه. راه حل داره، راه حلش الان براتون میگم که این ژورنال چطوری باید نوشته بشه، اصلا کجاست، کجا میتونید به دستش بیارید، ولی اول باید در مورد اهمیتش بدونید تا به اندازه کافی اراده و همت برای انجام دادنش داشته باشید. زمانی که ژورنال ثبت میشه
ما عمل کرده خودمون رو در بازار داریم میبینیم. تغییر رفتار قیمت که تأثیر روی معاملات ما داشته و تأثیر روی تغییر رفتار و تغییر استراتژی ما، تغییر قوانین معاملاتی ما داشته رو میبینیم. در ژورنال روانشناسی تغییرات محیطی که منجر به هیجانات یا تنش‌هایی یا تصویرهایی متفاوت از خودمون در معاملات مختلفمون داشتیم رو بهمون نشون میده و با تحلیلی که روش انجام میشه به ما میگه که چه زمانهایی شما معاملات بهتر یا بدتر داشتید. زمان از نظر هیجانات، تصویر از خود، تنش‌ها، اتفاقاتی که طی 10 روز اخیر افتاده چه تاثیراتی روی معاملات ما داشته. تغییر چرخه‌های رفتار قیمت، تغییر رفتار و قوانین معاملاتی ما، اینکه آیا به کسب مهارت بیشتر تلاش داشتیم یا نه. اینها زمانی که مشخص میشن شما چک لیست معاملاتی خودتون رو میسازید و اون رو در گذر زمان بر اساس نتایج تحلیل ژورنال معاملاتی و روانشناسی که مختص به خودتون هستند بروزش میکنید. حالا بریم سراغ راه حل های اینا. چارتیکال که یک وب اپلیکیشن فوق‌العاده سریع و با توانمندی زیاد، قدرت زیاد که حتی هوش مصنوعی در اون استفاده شده و در تمام دستگاه‌های کامپیوتری، گوشی‌های همراه قابل اجراست. یعنی شما اصلا نه نیاز دارید که نرم افزاری روی سیستم مک یا ویندوز نصب کنید، نه اپلیکیشنی برای iOS یا اندروید نصب کنید. بی نیاز از همه اینها شما خیلی راحت، ساده میتونید در هر زمان از این ابزارها استفاده کنید. ژورنال معاملاتی از طریق الگوریتم هایی که ریاضیاتی هستند داده پردازی میشن و بعد تحلیل هاش بر اساس هوش مصنوعی به شما نتایج رو این هوش مصنوعی نشون میده. یعنی میاد در یک نمودار ساده و خلاصه همون ابتدای کار میگه که موقعیت روانی شما و رفتاری شما الان در چه سطحی است و این سطح در چه جایگاهی قرار دارد و جامعه معامله‌گرها از نظر روانی و رفتاری در چه نقطه‌ای هستند که شما بتونید از این اختلاف مقایسه بکنید و ببینید من چقدر هنوز توانمندی‌های بیشتر دارم برای رشد بیشتر نسبت به بقیه. نموداری رو بهتون نشون میده که توانمندی‌های شما با وزن تأثیری که در معاملاتتون داشتن رو براتون به ترتیب از بالا به پایین مرتب میکنه. یعنی شما میبینید که از نظر رفتاری و روانی چه تأثیراتی رو شما از عنصرهای مختلف داشتید که منجر به سودآوری بیشتر شده. این نمودار به شما چه کمکی میکنه؟ زمانی که میخواید چک لیست رو طراحی کنید برای خودتون که این چک لیست کنار نمودار معاملاتی براتون قرار میگیره که بتونید در اسرع وقت به سادگی بهش برای معاملاتتون دسترسی داشته باشید، بدونید که توانمندی هاتون در چیست و برای حفظ و ارتقاء این توانمندی ها در زمان ورود و مدیریت و خروج از معامله از اونها استفاده کنید. یک نموداری هم داره ژورنال رفتارشناسی و روانشناسی که نقاط ضعف شما رو هم با تأثیر وزنی که روی معاملات شما داشته دوباره از بیشترین به کمترین براتون از بالا به پایین مرتب میکنه. یعنی شما میدونید که چه عناصری، چه رفتارهایی، چه شرایط هیجانی و تنش‌هایی منجر شده که شما معاملاتتون بازدهی کمتر داشته باشه یا حتی بازدهی منفی داشته باشه. و توی همون چک لیست معاملاتی برای اینکه تأثیر وجود این نقطه ضعف ها رو کمتر کنید و به صفر برسونید، میتونید توی همین چک لیست معاملاتی ازش استفاده کنید و توی چک لیستتون بیارید، چه برای زمان
ورود، چه برای مدیریت و چه برای خروجتون. مسئله بعدی میشه ژورنال معاملاتی. ژورنال معاملاتی به این صورته که فقط کافیه شما حسابتون رو خیلی ساده مثل اتصال حساب به MQL یا مای فیسبوک به چارتیکال وصل کنید و از تمامی معاملات شما بر اساس استانداردهای مالی سازمان CFA داده ها جمع آوری و با الگوریتم های پیشرفته ریاضی داده پردازی و سپس توسط هوش مصنوعی چارتیکال تحلیل میشه و حتی به شما میگه در معامله بعدی چقدر باید حجمتون باشه، آیا معامله بعدی برده یا باخته، آیا معامله بعدی با چه درصد احتمال برد یا باخت داره. برای این نماد و به طور کلی برای همه معاملات شما کدوم تایم فریم الان با توجه به سوابق معاملات شما و رفتار حال حاضر قیمت چه تایم فریمیه، چه ساعتی در شبانه روز را برای این نماد باید شما معامله کنید. اینها رو بچه ها من در ویدیوهای خودش توی هر صفحه از ابزارهای هوش مصنوعی چارتیکال ویدیوهایی میذارم که به طور کامل آموزشش رو میدم، نحوه استفادهش رو براتون میگم. 0 تا 100 استفاده از اون هوش مصنوعی را یاد خواهید گرفت. رسیدیم به شخصیت معامله گری، اون چیزی که خیلی دنبالشیم، اون چیزی که خیلی توی شبکه‌های اجتماعی رویا پردازی میشه یا حتی خودمون توی رویای خودمون برای زندگی پس از معامله گریمون داریم تصور میکنیم. همیشه سوال برای علاقه‌مندانه به معامله گری یا معامله گرها این بوده که شخصیت صحیح، شخصیت مناسب یک معامله گر چیه؟ بچه‌ها زمانی که شما از طریق حفظ بقا، بالا بردن سطح امنیت، واقعیت سنجی، پذیرش واقعیت و رشد پیوسته به سود مستمر و رشد سود میرسید، عزت نفس پیدا میکنید. و الان رسیدیم به شخصیت معامله گری، اون چیزی که برای اکثر معامله گرها و علاقه‌مندانی که دارن وارد این شغل میشن وجود داره که یک شخصیت معامله گری به چه شکله. من باید چطور باشم که بتونم یک شخصیت واقعی برای معامله گر واقعی رو داشته باشم. عزیزان زمانی که شما در معاملاتتون پروسه هایی که تا الان گفتم رو طی می‌کنید، یعنی حفظ بقا، بالا بردن سطح امنیت، واقعیت سنجی، پذیرش واقعیت و رشد پیوسته را انجام میدید، به طور طبیعی منجر میشه تا سودآوری شما پایدار باشه، به طور مستمر سود کنید و سودهاتون دائما در حال رشد و توسعه باشه. مگه میشه ما با رفتار درست نتیجه بد ببینیم؟ اینجاست که به عزت نفس میرسیم. عزت نفس یعنی استراتژی معاملاتی، مدل مدیریت حجم، قوانین معاملاتی، بازاری که داریم درش معامله میکنیم رو همه رو دوست داریم. 1 2 3 یا 5 معامله با سود بزرگ منجر نمیشه که ما اونقدر هیجانی بشیم که در زمان ورود یا تصمیم برای خروج رفتار تکانشی داشته باشیم. 2 یا 3 ضرر بزرگ یا متوالی منجر نمیشه که اونقدر هیجان منفی داشته باشیم که دوباره رفتار تکانشی داشته باشیم. اینجاست که عزت نفس شکل گرفت و بعد عزت نفس که منجر به شخصیت معامله گری میشه. شخصیت معامله گری شخصیتی است که تمام مواردی که از نظر روانشناسی معامله گری براتون توی این ویدیو گفتم وجود دارند که منجر به یک معامله گر حرفه‌ای و سودآور میشن.